بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که صدای ما رو میشنوید. اولا ما هر یک انشاءالله مسلمانان را خدا خواهد در این دعای رحمت که در این ماه بزرگ شریف رمضان قرار داریم، الحمدلله اولا تبریک و مبارکباد میگیم. در این دعای رحمت آنچه عبادتایی که یعنی روزانه داریم، شبانه داریم، الله سبحانه و تعالی اله بر درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند. خدا در این ماه بزرگ هر یک برادری که انشاءالله مقصد و معما و مشکلات دارد، به حرمت این ماه و فضل این ماه اله خدا خودت برآورده خیر بگردان. من یک چند وقت است گرچه ماه رمضان باشد، این برادرها الحمدلله من برادر هوشیار زمین هر روز خدا خواهد کار ما انشاءالله ادامه دارد. شکری به خدا. انشاءالله خلق ما همه یک جای خدا خواهد انشاءالله و با دعای مسافرها و با یاردم مسافرها انشاءالله خدا خواهد که چی مالی چی جانی و چی زبانی دارن انشاءالله الحمدلله. پیغمبر نازنین میگه من دال علی خیر کفائله، کسی که انشاءالله خدا خواهد دلالت میکند به خوبی و نیکی، همون کننده چی گیرن انشاءالله خدا خواهد دلالت کننده همون ثواب و اجر میگیره خدا خواهد انشاءالله. البته از جهت خیر و سخاوت شما من مسجد ما خدا خواهد هر روز زیب و دیگر میگیرد. ابوذر غفاری روایت میکند، همین حدیث امام بخاری روایت کرده است. من میگم نزدیک کعبه رفتم، پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و میگه در سایه کعبه نشستگی بود و یک کلمه را میگه تکرار کرد، آنها زیانکارانند، آنها زیانکارانند. من میگه آیسته رفتم، میگه در دمگاه پیغمبر اسلام شیشتم، گفتم منم میگفتم که من یگان چیز کردم زیانکارانم. گفت میگه پدر و مادرم فدای شما باد یا رسول الله، این قدری کلمه تک آنها زیانکاران زیان. گفتن این چی معنی دارد؟ یا اگر مگان خطاگی دیده؟ نه، گفتن آنانی که خداوند دولت و مالش داده و مثل همین خاک انجا گفتن جه میریزی، اگر خیر احسان نکنن و ها زیانکارانند. گفتن میگه بینین عزیزان من انشاءالله خدا خواهد البته خداوند یکی ما و شما را خداوند انشاءالله سخاوتمند کنه خدا خواهد انشاءالله. عیناً این با ماه مبارک، ماه شریف رمضان، ماه سخاوت انشاءالله خدا خواهد میکنین که شما خدا خواهد خیر احسانات دریغ نمیدارین انشاءالله. 2025 سال آخرون سال خدا خواهد انشاءالله مسجد است، امید میکنین انشاءالله که همین سال که مسجد شده در اینجا خدا خواهد اثرها کسانی که انشاءالله طاعت عبادت میکنن. البته در حق شما عزیزان همیشه در دعا هستن، همیشه انشاءالله خدا خواهد حق شما دهد، دولتتون و مال گذشتگیاتون دهد. یک تا کاری شانسی با خوب است که کسی که خدا خواهد پدر و مادرش وفات کرده یا که فرزندش وفات کرده یا که اکا و دادرش اگر بنا می هوا یک کنجی همین مسجد خدا خواهد انشاءالله یک چیز اگر یاردم کنه انشاءالله تا دنیا هست این مسجد برقرار است. البته ثوابش در عالم برزخ رسیده. این ساختن مسجد صدقه جاریه نمیده عزیزان من. انشاءالله خدا خواهد صحبت کنیم، صحبت بسیار است. من امروز محله خدا خواهد انشاءالله زردال و زار خدا خواهد امروز خدمت هستند. اینجا برادرها چند قدر من اینجا انشاءالله خدا خواهد استاد مدام عبدالله جان هستند، یک سخن میکنین در رفتی کار برادر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمتگر مهربان که جان آفریدگار است. امروز که با مناسبت ماه شریف رمضان همه شمایان را از ته دل از نام اهل محله، از نام دیار اشار تبریک میگویم. این ساختمانی که در اینجا خانه خدا است دوام دارد. از نام تمام خلق اشار به همه آن شخصانی که قوه خود را چی پولی چی دهانی چی و یاری رسانده سادیان تشکر کلان میگویم. این خانه خدا است. در اینجا کسی که آمده یک کار میکند پروردگار اجر و ثوابش خودش میبخشد. امروز با یاردم مسلمانان تمام دنیا نه بلکه ده هوشیار مسجد آباد شده ایستاده است. از خدای مهربان امید داریم که تا فرارسی عید قربان البته
ساختمانی مسجد جنبش کرده در خانه نو در مسجد نو یعنی نماز را دوام میتیم. با اهل همه آدمانی که آمده در اینجا دست یاری کرده هستند از نام تحریریت مسجد، از نام مسلمانان تمام روی دنیا تینجی امانی تنسیتی میگویم. از همه دوستان التماس میکنیم که هر یک وقت دارن از غنیمت استفاده برده آمده اینجا یاری کنن. البته یاری اینا از طرف پروردگار با موفقیت برگردونده میشه. الحمدلله من سخنهای خوب گفتن انشاءالله استاد. الحمدلله. البته امید میکنیم که خدا خواهد آخر دعاشو میکنیم اهلی همون خدا خواهد انشاءالله مسافرها را پروردگار عالم سبحانه و تعالی در قطار مسلمان ما و شما را خدا خواهد در این دهه رحمت به رحمت سزاوار کند. در عمرام و در رزقام و دست کسب و کارام و الله سبحانه و تعالی یعنی برکات عطا کنه. همین مسافرای عزیزی که خدا خواهد امروز برای خدا خواهد بهبودن زندگی خدا خواهد چی در مسافرت چی عذاب و مشقت دارد، به عذاب و مشقت نیست. سفرها خداوند عباس سفرهای بابرار خداوند یک کارهای خوب خدا مناسب شده و یک چونتکای پول و یک انشاء چهره شده با بر وطن برگشته خدا خواهد دیدار یکدیگر دیدن الله اله مناسبی گرداند. و اینچنین در تمام دنیا این سال 25 الله سبحانه و تعالی سال پرفیض سال پربرکات بگردونه. همه این مملکت را خدا خواهد انشاءالله تینجی آسایشتگی خدا خواهد مهر و عاقبت انشاءالله الله سبحانه و تعالی بین ما شما برقرار داشته. در کجای باشین در امان خدا باشین. هم شما را امانت به الله سبحانه و تعالی میسپاریم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه. رحمت